توی 6 ماه 100 میلیون ضرر کردم. دلیلش این بود که 5 تا اشتباه رایج کارآفرینا رو انجام میدادم. اشتباهاتی که باعث شد ازشون درس بگیرم و از یه مغازه کوچیک الان با یک مغازه خربازی بزرگ با 10 سال تجربه و یک پیج اینستاگرام قوی دارم. اگر میخوای تو همین 5 تا اشتباه رو بدونی، حتما ادامه ویدیو رو ببین، چون هر اشتباه از اشتباه بعدی مهمتره. اشتباه اول، جنسامو بیشتر از بازار دوست داشتم اون چیزی رو بیارم و بفروشم که خودم دوستش دارم، اون دکمه، اون روبانی که فکر میکردم خوشگله بیارم بفروشم. ولی مشتری همیشه دنبال نیاز خودشه، دوست داره اون چیزی که نیازشه برطرف بشه. پس ما باید ببینیم بازار چه نیازی داره تا ببینیم چی علاقه داریم یا چی دوست داریم. اشتباه دومم، فکر میکردم اگر با مشتری رفاقت کنم، اگه خیلی باش گرم بگیرم، اون بهتر خرید میکنه، ولی اینجوری نشد. اتفاقی که افتاد، خوب که با یکی گرم گرفتم، خوب که باش رفاقت کردم، خوب که جنس انتخاب کرد، بعد گفت چی؟ به حساب بنویس بعدن میاد. و باعث شد خیلی از مشتریای نسیه‌ای من زیاد بشن. من با مشتری رفاقت نباید میکردم، با مشتری معامله باید کرد. اشتباه سومم، حساب کتاب نداشتم. یه پولی می اومد، سرمایه میشد، جنس می اومد داخل مغازه، میفروختم، با پولش دوباره میرفتم جنس می آوردم. آخر ماه هیچی برام نمیموند. تا اومدم یه فایل اکسل ساده درست کردم، حساب کتابمو داخل اکسل آوردم، یه نظمی دادم. حالا دیدم که چه تغییری میکنه، حالا دیدم که سود کجاست، چه جنسی رو باید آورد، چه جنسی رو نباید آورد. و اما اشتباه بعدی، خیلی وقتا یه کاری رو انجام میدیم، فکر میکنیم خیلی کار مهمی انجام دادیم، ولی ثمره‌ای نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون کار رو درست انجام ندادیم. من مدت‌ها پیج اینستاگرام داشتم، جنس می اومد میذاشتم، عکاسی میکردم، 9 سال پیج داشتم بدون یه دونه ثبت سفارش. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که من جنس می اومد، عکس خوب میذاشتم، ولی نمی‌نوشتم جنس جدید رسید، اینم عکسش. نمی‌نوشتم کاربردش چیه، نمی‌نوشتم چه نیازی از توی مشتری رفع میکنه. وقتی این کار رو انجام ندادم، مشتری هم ترغیب نمیشد به خریدن. اما الان جنس که میاد معرفی میکنم، میگم این نیاز رو از تو برطرف میکنه، حالا اگر میخوای بخری بیا بازم باید مشورت بدم که کدوم مدلش به دردت میخوره. تبلیغات درست باعث میشه که کاسبی تو رشد کنه، کاسبی تو بمونه. اینو مخصوصا آنلاین چپا گفتم. و اما مشکل بعدی، کارآفرینی یعنی ریسک پذیری، یعنی نترسیدن. ترس و فکر هر دو در کنار هم جواب میدن. این دو نکته رو اگر همیشه مد نظر بگیری رشد میکنی. خیلی جاها میشه و من خودم هم میتونستم که شراکت کنم، یه جنس جدیدی رو بیارم تو اون مقطع سود خوبی داشته باشم، اما این کار رو نکردم و این باعث شد که من ضررهای زیادی رو تو این مدت بدم. ویدیو تازه اول راهمونه و ما قصد داریم تجربه های بیشتری با شما به اشتراک بذاریم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظرتون رو بهمون بگید و بگید شما هم این اشتباه داشتید یا نه. حتما هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی اطلاع داشته باشید. ممنون از همراهیتون. Veo en tus ojos mi vida.